میگه با توجه به شکل روبرو اندازه زوایا با کمانهای خواسته شده را به دست بیار. اصلا کاری به مسئله ندارم، شکل رو میبینم، شکل دایره و زاویه محاطی محیط زاویه مرکزی دیدم بعد واسطم. خب قدم اول آقا زاویه مرکزی رو پیدا کن و کمان مقابلش رو. میگم نداریم زاویه مرکزی، نداریم زاویه مرکزی باید حتما از نقطه او گذشته باشه، نداریم، پس هیچ. زاویه محاطی رو پیدا کن. بچه زاویه محاطی چند تا داریم ولی کدومش چشمک داره بل میزنه؟ اینی که اینجا نوشته دیگه زاویه محاطی. پس من اصلا می‌نویسم آقا زاویه M محاطیه مساوی است با نصف کمان مقابلش. این زاویه M داره به کدوم کمان چشمک میزنه؟ کمان AB. پس میشه کمان AB تقسیم بر 2. خب زاویه M چند درجه بود بچه‌ها؟ زاویه M در نتیجه به جای زاویه M میذارم 50 درجه، میشه کمان AB تقسیم بر 2. خب بچه چه عددی تقسیم بر 2 بشه 50؟ خب 100 دیگه، 100 تقسیم بر 2 میشه 50. پس کمان AB میشه 100 درجه. کمان AB میشه 100 درجه. خیلی خوب، اشکالی که ندارید بچه‌ها. ما کمان AB رو به دست آوردیم 100 درجه، یعنی این کمان بچه ببینید از اینجا تا اینجا شده 100 درجه. خیلی خوب. حالا دیگه چه چیزهایی رو از ما میخواد بچه‌ها؟ ببینید ما الان کمان AB رو داریم، کمان AB شده 100 درجه. تمام. سوال بعدی من از شما اینه بچه، اینجا به من گفته بگو زاویه 3 چند درجه است. ما میخوام ببینیم این زاویه 3 چند درجه است. بچه ها این کمانی که پر رنگش کردن میگی 100 درجه نشد، این کمان 100 درجه شد. یک دایره 360 درجه است. پس از اینجا اگه من این کمان رو بزنم بیارم تا اینجا میشه چند درجه؟ شما گفتید از اینجا تا اینجا 100 درجه است. از اینجا تا اینجا 100 درجه است. پس از اینجا تا اینجا میشه 260 درجه. این کمان بزرگه میشه 260 درجه بزرگ. چرا؟ چون یک دایره 360 درجه است. از اینجا تا اینجا 100 درجه است. پس این تیکش میشه 260. 260 با این 100 میشه 360. درسته بچه‌ها؟ خیلی. این کمان بزرگه روبرو به کدوم زاویه محاطی است؟ روبرو به زاویه 3. میگم آقا زاویه 3 هم محاطی است، مساوی است با نصف کمان مقابلش. زاویه 3 کمان مقابلش کدوم کمانه؟ کمان AB. کمان AB تقسیم بر 2. زاویه 3 محاطیه میشه نصف کمان مقابلش. کمان مقابلش گفتید 260 درجه است. خب کمانش میشه 260 تقسیم بر 2. خب چند میشه بچه‌ها؟ 130 درجه. یعنی این کمانه به دست اومد 130 درجه. پس یادت نره حرف من. ببخشید بچه زاویه 3 گفتم محاطی، زاویه 3 میشه 130 درجه. پس این زاویه 3 هم به دست اومد 130 درجه. درسته بچه ها؟ من زاویه 3 رو به دست آوردم. تمام شد. گفته کمان ACB رو بگو چقدره. کمان ACB بچه این کمان ACB شد چند درجه؟ 100 درجه. به راحتی فهمیدیم، خودمون فهمیدیم 100 درجه میشه. این زاویه 3 هم شد 130 درجه. کمان AMB چقدره؟ کمان AMB گفتیم 260 درجه است. به همین راحتی این مسئله رو حل کردیم. سخت بود بچه ها؟ نه. چجوری نگاه کردیم؟ گفتیم آقا زاویه مرکزی و کمان مقابلش رو میبینیم، میگیم آقا اصلا نداره. تمام. زاویه محاطی که چشمک میزنه، میگم این زاویه محاطی M زاویه محاطی داره چشمک میزنه، 50 داره، پس چشمک میزنه. این زاویه میشه نصف این کمان، یعنی زاویه M میشه نصف کمان مقابلش، نصف کمان AB. بچه‌ها بهتره بنویسم کمان ACB. پس بهتره اینو بنویسم که زاویه M میشه نصف کمان مقابلش، کمان ACB بنویسم. اینجوری بهتره، یعنی با 3 تا گزینه مشخصش کنم که دقیقاً بفهمم میشه نصف این کمان. پس ACB تقسیم بر 2 ACB تقسیم بر 2 میشه 50 چون زاویه M بوده 50. پس کمان ACB میشه 100 درجه. برای همین کمان ACB شد 100 درجه. میگم چون این کمان 100 درجه است، این کمان بزرگه میشه 260 درجه. چرا؟ چون کل دایره 360 360 رو منهای این 100 درجه اگه بکنم، یعنی کل دایره رو از این کم کنم، این کمان دیگه به دست میاد، میشه 260 درجه. پس کمان AMB میشه چند درجه بچه ها؟ 260 درجه. کمان AMB میشه 260 درجه. بهتر اینجا رو هم با 3 تا گزینه مشخص کنم که دقیقاً متوجه باشه کسی که داره نگاه میکنه، برگم صحیح میکنه، بدونی که من فهمیدم این کمان 260 درجه است که بعد باید تقسیم بر 2 بشه. خیلی خوب.